استاد پرسان کردین که چطور فساد اداری را اصلاح میکنی؟ برین از استاد عطا پرسان کنین. نگفته که نیم مامورین دولت فرار خواد کردن اگه اشرف غنی رئیس جمهور شد؟ او جناب استاد ما همیشه احترام تکدیم، اگر نمیترسی چرا این گپا را میزنی؟ سعی کنین شهرت برای قاطعیت بد چیز نیست. مردم چی میگن؟ مردم میگن نه لیاز بابه خودم میکنه، نه سر برادر استوار است. من یک برادر متاسف دارم، برادرم نیست. پرسان کنین که 4 سال دی دروازه من نماندید. حرفای برادر سر برادر تعقیب نکنید. برادر ما تیم داریم، برادر ما دانش است. سر ازی برادرم اعتماد کنید. خداوند این موهبه را داده که برادر معنوی و سیاسی یافتیم، اما هیچ نوع تعصب مورد قبول ما نیست. فساد اداری به اندازه فراوان است. جناب یوسفی صاحب در 5 سال امید است که 50% این را به صورت بنیادی کم کنیم. 100% کم نمیشه. هر کسی که برتان میگه دروغ میگه. و دلیل عمده‌اش مسئله اول کنه. تا که در این مملکت مواد مخدره، اقتصاد جرمی مواد مخدره حاکم باشه، فساد اداری به صورت مطلق از بین نمیره. اما چیزی که ما برتان وعده محکم داده میتونیم، یکی ما در فساد اداری شامل نخواهد بود. اگر من صاحب کوچکترین چیز شدم نفرینم کنه. همیشه دارایی من در اختیارتان بوده، همیشه در اختیارتان خواهد. آرزوی من پول نیست. اگر آرزوی من پول می بود در 13 سال صاحب میلیاردها میشد و بسیار مردم تعریف میکردن ایواز ازی که امروز تهدید کنن که نیمه اداره خواد گره. سعی کنین در فساد اداری وحدت کامل ملی موجود است. مفسدین به تمام اقوام افغانستان تعلق دارند. ما او رقم وحدت ملی را نمیخواهیم، ما وحدت ملی مثل شما را میخواهیم. وحدت ملی که در او به اساس عقیده استوار باشه. تمام از این مردم مراجعه میکنن به یکی دیگر نمیکنن و پیشمک من میفهمین چی میکنن. اولین چیزشون ترس است. صاحب سبا در گلون ما کدام ریسمان خود او مردم من به قانون تابع استم، کسی در گردنش ریسمان نمیدازم یاسه خدا.